معرفی کتاب کلبه عمو تام اثر هریت بیچر استو. معرفی نویسنده: خانم هریت بیچر استو، رمان نویس مشهور آمریکایی، متولد 1811 که در 1896 درگذشت. او از هواداران ضد بردهداری در کشورش بود. هریت بیچر در خانواده مذهبی در روستایی از ایالت کنتاکی به دنیا آمد. پدرش فردی روحانی بود و خانواده پر جمعیت بودند، به طوری که 7 برادر و 2 خواهر داشت. برادرانش همگی همچو پدر وارد جریان مذهبی شدند. وی زمانی که با خانواده به اوهایو سفر میکنه شاهد زندگی سخت و ستم سیاهان و نظام بردهداری شد و بعدها نیز دیدار و گفتگو با فردی که سابقاً برده بوده و حال آزادیش رو به دست آورده باعث شد نگاه روشنی از زندگی آنها داشته باشد. بیچر استو در 1836 با کشیشی به نام کالوین استو ازدواج میکنه و صاحب 7 فرزند میشن. لازم ذکر است که در زمان نگارش اثر معروفش بیچر استو بانوی میانسال و گمنام بوده است و چاپ کتابش یک شبه باعث شهرت و محبوبیت جهانی او شد، به طوری که پس از چاپ در سفری که به بریتانیا داشته است هوادارانش با انگشت او را نشان داده و همچون یک منجی برای سیاهان از او یاد می‌کردند. تحلیل و بررسی کتاب: مسیح سیاه‌پوست. خلاصه کتاب داستان بردگان سیاه‌پوست است که در عصر بردهداری در ایالت‌های جنوبی امریکا رواج داشته و به شدت مورد ستم و شکنجه قرار می‌گرفتند. شخصیت محوری این رمان مردی سال خورده و قوی هیکل و مؤمن و مسیحی به نام تام هست که در ابتدا با خانواده‌اش زیر نظری اربابی وفادار و خوب به نام ارباب شلبی زندگی می‌کردند. اما در ادامه بدهکاری و سفتایی که زمان پرداخت آنها رسیده باعث شده ارباب شلبی مجبور شود بهترین برده‌اش یعنی تام را بفروشد. تام به همراه تاجر برده سوار کشتی شده تا برای فروش عرضه شود. در کشتی به خاطر نجات جان دخترکی به نام ایوا مورد لطف پدرش آقای سنت کلیر قرار گرفته و او تام را خریده و ارباب تازه‌اش میشه. رفتار درست و متین تام باعث میشه دخترک به شدت به او وابسته شه. سنت کلیر هرچند فردی غیر مذهبی بود اما سعی داشت به مسائل با نگاهی روشن فکرانه نظر داشته باشه. برای همین هرگاه با دختر عمویش اوفلیا درباره بردهداری حرف میزند بیان میکرد که سیاهان متاسفانه با این روش زندگی عادت کرده و نمیتوانند طور دیگه‌ای زندگی کنند. مدتی بعد دخترک که تنها امید پدرش بود بیمار میشود و میمیرد. آقای سنت کلیر نیز نهایتاً جانش را از دست میدهد، هرچند پیش از آن سند آزادی تام را امضا کرده بود، اما پس از فوت او همسرش که زنی بدجنس و بدذات است او را همراه دیگر بردگان فروخت و این بار در بازار برده ارباب جدید او فردی به شدت بیرحم بود، مردی به نام لگری که تا پای مرگ از بردگان کار میکشید و به شدت آنها را شکنجه میداد و عمو تام که تا به حال در خانواده‌های اشرافی خدمت کرده نمیتوانست با رفتار ارباب جدید سازگار باشد و یا آنکه ارباب لگری میخواست او را مباشر خودش کند، اما دلرحمی تام باعث شد نگاه ارباب به او تغییر کنه و همیشه مورد شکنجه قرار بگیره.
اما تمام اینا باعث نشد اون نگاهش به عیسی مسیح و مطالعات شبانش به انجیل را کم کنه و همیشه به لطف مسیح امیدوار بود تا نهایتا روزی که پسر ارباب سابقش یعنی جورج شلبی برای بازخرید او آمد میفهمد که او زیر شکنجه وحشیانه ارباب لگری جان داده. جورج شلبی که دوران کودکی را با عمو تام سپری کرده بود و خاطرات خوبی داشت به شدت از مرگش تأثیر گرفت و در بازگشت طبق سندی تمام بردگانش را آزاد می‌کند. بررسی کتاب. این رمان در 1852 منتشر میشه. اولین بار به طور سریالی در مجله‌ای به مدت 40 هفته منتشر میشه که فروش بالای آن باعث شد سال بعد به صورت کامل به چاپ در بیاد. محبوبیت و شهرت بعد از انتشار. شاید کمتر کسی فکر میکرد کتابی از نویسنده‌ای نه چندان شناخته شده و فعال ضد بردهداری که نه به صورت مقاله بلکه رمانی احساسی منتشر شود این چنین پرفروش و تاثیرگذار بشه. کتاب ابتدا به صورت سریالی منتشر میشه و سپس ناشری به نام جان پی جوت با بیچر استو قرارداد میبنده و در 1852 کتاب به صورت کامل منتشر میشه و گفته میشه در همان روز 3000 نسخه به فروش رفت و همگان را به تعجب واداشت. گفته میشه 8 چاپخانه بی وقته فعالیت میکردند تا پاسخگوی مشتریان کتاب باشند و در پایان سال تنها در خود امریکا بیش از 300,000 جلد آن به فروش رفت. در بریتانیا که خود رمان نویسان بزرگی در آن است داشت این کتاب در سال نخست 200,000 نسخه فروش رفت و محققان میگویند تنها چند سال بعد یعنی تا سال 1857 یعنی 5 سال پس از چاپ نخست به 20 زبان ترجمه شده بود و در سال 1901 به چینی ترجمه میشه و به اولین رمان آمریکایی تبدیل شده بود که به این زبان معرفی میشد. در پایان قرن 19 این کتاب پس از کتاب مقدس انجیل پر مخاطب ترین کتاب قرن لقب گرفت. تأثیر کتاب به حدی بوده است که زمین ساز جنگ داخلی آمریکا شده بود که در حد فاصل سالهای 1861 تا 65 در جریان بود. در دوره ریاست جمهوری ابراهام لینکلن که مخالف گسترش بردهداری بود. بعدها داستانی شایع شده بود که لینکلن وقتی جنگ شروع میشه سراغ خانم بیچر استو میاد و به کنایه میگه پس این خانم کوچولو آغازگر این جنگ بزرگ بوده. لینکلن در سال 1863 به طور رسمی لغو بردهداری را اعلام کرد. هرچند به خاطر منافع و ثروتی که در خرید و فروش بردگان بوده سالهای سال طول کشید تا به طور کامل این بیانیه عملی بشه. یک مسیح سیاه‌پوست. عمو تام یکی از معروف‌ترین شخصیت‌های داستانی تاریخ ادبیات است. او همان جایگاهی را پیدا کرد که مثلا گوشپشت یا ژان والژان در آثار هوگو یا بابا گوریو در کتاب بالزاک در فرانسه پیدا کردند. شاید تنها شخصیت سیاه‌پوستی که در ادبیات آمریکا همچون عمو تام به محبوبیت رسیده باشد بتونیم از هکلبری فین از مارک توین نام ببریم. تام برده وفادار و مسیحی و معتقد بوده است. او در کتاب نه همچون بسیاری بردگان سیاه‌پوست به ذلت و پستی گرایش داشت و نه همچون سفیدپوستان به شکنجه بردگان بی‌تفاوت بود. او به واقع نظاره‌گری بود دلسوز که همیشه سعی داشت بدون درگیری و خونریزی به نتیجه برسه و از شکنجه شدن ترسی نداشت، همونطور که الگویش عیسی مسیح شکنجه شده بود. او به واقع یک مؤمن راستین و فداکار بوده است. او هم
حاضر نبود به خاطر مباشر شدن و اعتبار به دیگر سیاهان ستم کنه و نه حتی وقتی فرصت و قدرتش رو داشت به خشونت علیه اربابان دست بزنه و همیشه سعی کرد به آنها وفادار باشه. این شخصیت دلسوز و مومن برای تمام خوانندگان سفیدپوستی که رمان را خواندند تأثیر عمیقی بر جای گذاشت. بی تردید نگاه آنها کمی تغییر کرد و بسیاری روشنفکران از اینکه در کشورشان چنین ظلم‌هایی میشه بیخبر بوده و متأثر شدند، چون بردهداری در جنوب امریکا وحشیانه بوده و در شمال و بخش‌های دیگر عموماً چنین شکنجه‌ای غیر قابل باور بوده و آنها از سیاهان تنها برای خدمتکاری در خانه بهره می‌بردند. نقدی دلسوزانه. پیش از این رمان کتابی به نام خاطرات فردریک داگلاس در 1848 منتشر شده بود که آن هم در بین روشنفکران ضد بردهداری در امریکا سر و صدای زیادی کرد، چون فردریک داگلاس فردی بوده که بخشی از زندگی خود را بازگو می‌کرد و از آنجایی که خود نیز برده بوده پس شرح او مستند و واقعی بوده است. کتاب او برعکس این رمان کوتاه اما به شدت تراژیک و غمگین بوده است و پرده از بیرحمی و رفتار وحشیانه اربابان برمی داشت. اما حال رمانی منتشر شده که هرچند از لحاظ ادبی و هنری آنچنان ارزشمند نباشد، یعنی از لحاظ فرم و تکنیک رمان نویسی ضعیف باشه، یعنی شخصیت ها تک‌بعدی باشن، اما از لحاظ غنای داستانی و هیجان بخشی و خورده داستان ها و تاثیرگذاری بر مخاطب بی‌نظیر بوده. نویسنده کتاب سعی نکرده همواره اربابان را وحشی نشان دهد. او حد وسط را در پیش گرفته و در بخشی مخاطب هم با اربابانی خوب و هم در بخشی با اربابانی وحشی روبرو میشه. از طرفی هم هرچند شکنجه و ظلم سیاهان را نشان میده، اما هر جا لازم دانست به آنها نیز نقد کرده و مثلا دختر سیاه که خانم اوفلیا میخواد تربیت کنه اما میبینه اون مدام دزدی میکنه و دروغ میگه، یا سیاهان دیگر چون مباشر خود لگری که فردی سیاه پوسته و به عنوان کمک دست ارباب رفتار وحشیانه با دیگر سیاهان داره. احتمالاً قسمت‌هایی از کتاب که مؤلف به نقد مذهب می‌پردازد و عنوان می‌کنه که مبلغان مذهبی هیچ کمکی به آنها نکرده و تنها با سفر به کشورهای آفریقایی سعی در گسترش مسیحیت دارند، نیز سعی کرده از لحاظ سیاسی نیز دیدگاه خود را بازگو کنه. در واقع در موضوع بردهداری بسیاری این عمل را قانونی و حتی مذهبی دانسته و به همان داستان حضرت نوح و نفرین او به کنعان بیان می‌کنند که گفته بود فرزندانت غلامان فرزندان برادرانت خواهند شد. اما به هر صورت کشیشان هیچگاه کمکی به رفع نیازهای بردگان نکرده و نهایتاً بیانیه‌ها و نشریات ضد بردهداری و نهایتاً جنگ بوده که این نظام تیره را از بین برد. هرچند در نقاط جهان به طرق مختلف انسان‌های برده دیگر افراد هستند. مثلا در خود رمان به ملت بریتانیا اشاره شده که در جریان انقلاب ماشینی کارگران همچون بردگانی زیر نظر کارخانه‌داران هستند، یا نظام ارباب رعیتی شوروی که در آنجا نیز رعیت همچون برده خرید و فروش میشد و امتیازی نداشته است. لازم به ذکره که این کتاب پس از انتشار در شوروی نیز به شدت به عنوان اثری ممنوع اجازه چاپ نداشت. به هر صورت خانم بیچر استو سعی کرده به جای آنکه همچون دوستانش با نقدهای روشنفکرانه به بردهداری فشار بیاره، با داستانی احساساتی و تاثیرگذار و به تصویر کشیدن ستم‌ها و رنج سیاهان ذهن مسئولین را پیش از پیش متوجه آنها کنه. کتاب وقتی منتشر میشه دیگر همچون کالای مورد نیاز در خانه هر فردی یا مطالعه میشد یا دربارش حرف زده میشد و بی تردید همونطور که پیشتر ذکر کردیم، هرچند این رمان از لحاظ ادبی همچون آثار دیگر نویسندگان مطرح از لحاظ فرم و تکنیک ممتاز نباشه، اما تأثیری که بر جهان ادبیات قرن 19 گذاشته شاید هیچ
اثر دیگری نگذاشته باشد. الهام از واقعیت. بیچر استو داستانش را بر اساس زندگی برده واقعی به نام جوزف هنسن نوشته است که خود برده بوده و سختی‌های بسیاری متحمل شد و نهایتاً به کانادا فرار کرد و آنجا به خاطر اینکه فردی به شدت مؤمن و مسیحی بود نهایتاً خود نیز لباس کشیشی به تن می‌کنه. بعدها او با خانواده بیچر استو که روشن فکر بودن برخورد کرده و داستانش را بازگو می‌کنه. پس از این ملاقات و صحبت‌ها هنریت بیچر تصمیم میگیره که رمانش را منتشر کند. پس از انتشار رمان جوزف هنسن نیز خود کتابی بیوگرافی درباره خودش نگاشت و منتشر کرد که باعث اعتبار شد و همواره به عنوان سخنران درباره بردگان سخنرانی میکرد. حواشی کتاب. رمان کلبه عمو تام پس از انتشار حواشی زیادی به همراه داشت. بسیاری از مردمی که در شمال امریکا زندگی می‌کردند باورشان نمی‌شد در کشوری که با تفکرات آزادی و برابری شکل گرفته چطور 5 میلیون انسانش با شکنجه و ستم‌های وحشیانه روبرو می‌شوند. و اساساً آیا واقعاً این کتاب بر اساس واقعیات بود؟ این موضوعات باعث شد که نویسنده در پایان رمان فصلی به عنوان اظهارات نهایی بگنجاند و در آن گواهی دهد که تمام شخصیت‌های اصلی کتاب واقعی هستند، از جمله فرار الیزا در رودخانه یا عمو تام. از طرف دیگر هرچند شخصیت اصلی یعنی عمو تام به شدت هوادار مسیحیت و معتقد است، اما نقدی بر بی‌تفاوتی کلیسا و مذهبیان در کتاب دیده میشه. اینکه مثلا کلیسای مسیحی کتاب مقدس را تعریف میکنن، داخل پرانتز همان موضوع حضرت نوح و نفرین بر کنعان. پس اشاره کردیم که کتاب اشاره میکنه که کلیسای مسیحی کتاب را تعریف میکنه تا از آن به نفع بردهداری سخن بگوید. این باعث شد که پاپ اعظم نیز فروش کتاب در ایتالیا را ممنوع اعلام کند. از طرف دیگر یکی از نقدهایی که بر کتاب گرفته میشه آنکه شخصیت اصلی کتاب یعنی عمو تام بسیار منفعل و بی‌تفاوت هست و همیشه مطیع و فرمانبردار، برعکس تفکرات نویسندگان ضد بردهداری که نگاهی فعال و انقلابی داشتند. و از همین رو لفظ عمو تام به نشان تحقیر در اون دوره به افرادی اشاره می شد که به شدت مطیع و فرمانبردار بودند.